شما فقط بافت کوکی رو ببینید. این کوکی راحت و خوشمزه تو کمترین زمان بدون همزن درست میشه. پس با من همراه شد تا این کوکی خوشمزه رو درست کنیم. کره شکر، وانیل و نمک رو داخل کاسه میریزیم. با کمک لیسک هم میزنیم تا موادمون یک دست بشه. کوکی ها رو داخل فری که از قبل با دمای 170 تا 180 درجه گرم کردین به مدت 20 دقیقه قرار بدید تا پختش کامل بشه. اینم از کوکی های شکلاتی من که بعد از 20 دقیقه پختش کامل شد. پیشنهاد میکنم حتما این کوکی بی‌نظیر رو امتحان کنید.